سلام، به کانال یوتیوب Wizarding Underline Adventure خوش اومدید. به اولین درس فرانسوی خوش آمدید. امروز با هم ضمایر شخصی رو یاد میگیریم. قول میدم خیلی آسونه. زبان فرانسوی je به معنی من است. تو یعنی شما وقتی که با یک دوست، یکی از اعضای خانواده یا کسی همسن خودتون صحبت میکنید. ایل به معنای او برای پسر یا آن برای اسامی مذکر است. خب ال در فرانسوی به معنی او برای یک دختر یا برای اسامی مؤنث است. در زبان فرانسه نو به معنی ما است. وو در زبان فرانسوی به معنی شما است. چه در مواقع رسمی و چه زمانی که به بیش از یک نفر صحبت می کنید. ایل برای گروهی از مردان یا گروه مختلط به معنی آنها است. ال به معنی آنها است برای یک گروه از زنان. حالا بیا دوباره با هم تکرار کنیم. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. بعد از من تکرار کن. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle.